یک هنرمند بسیار دوست داشتنی، رفیق شفیق همه ما، بهروز خوشبصرت. سلام، صبح بخیر. سلام مخلصم. خیلی متشکرم. خیلی خوشحالم. اجازه بدید آقای اسماعیلی قبل از هر چیز من سلام کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدایی که زیباست و زیبایی رو دوست داره. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان خوب برنامه صبح تهران از شبکه 5 شبکه تهران و همینطور دوستان خوب و هنرمندم جناب انصافی و آقای اسماعیلی. خیلی خوشحالم که در این صبح بسیار قشنگ در این برنامه جذاب در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان، خدایی که زیباست و زیبایی رو دوست داره. جهان صحنه و کارگردان خدا، جهان صحنه و کارگردان خدا، سپارت به هر بنده نقشی جدا. سرسبزترین بهار تقدیم شما، آواز خوش هزار تقدیم شما. گویم که لحظه ای سویدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم شما. به افتخار شما عزیزان، خانم آقایان، کارکنان بسیار ارجمند و همه عزیزان و مقاماتی که در این لحظه در این سالن بسیار زیبا حضور دارن. صدای دستای قشنگتون رو نمیشنوم. یکم خودتون رو باد نزنید، دست بزنید. ماشاءالله قربون دستای مهربان. نمایش براتون داریم، هم برای بچه‌ها هم برای بزرگا. موسیقی پاپ براتون داریم. یکی از خوانندگان گلمون آمده و امشب قول داده که سنگ تمام میذاره. خلاصه برنامه‌های قشنگی است. از یکی دو عزیزم قرار است ان شاءالله خریداری بشه. این دوره نه اون توی اگه من بگم تو خیلی بکسه میخوری. من خواهش میکنم چند لحظه ای من مزاحمتون نمیشم. خیلی متشکرم جانم. من هم متشکرم. میخوام با اجازه شما اینو تقدیم بکنم. مادر اصلا 3 تا بچه داره. شنگول منگول. سومیش کیه؟ هپه انگور. عجب مجری بزاتیه. شما باید چی برمی؟ منو به هم زدی؟ من شما خبر نداری؟ نخیر؟ بی‌طرف دیپورتم کردن. به جهنم که دیپورتم کردن. میدونی سر به سر کی داری میزنی؟ یه هنرمند. یه هنرمند. وای. بله. شما هنرمنده؟ بله من هنرمندم. خب منم هنرمندم. 1 2 3 4 حالا تا استاد تشریف دارن یه تشریف ویژه. خیال نوشم کردی چون می به جوشم کردی ز چشم ساغر نوشم نگفته رازی با من تو در خور
میکنیم خودشون حرف زدن با دو لهجه، دو گویش، دو ملیت، دو کشور، هر دو هم هنرمندن. مجسم کنید این آقا از کشور تانزانیا اومده، من زبان اونها رو نمیدونم، ایشون هم زبان منو نمیدونه. این آقا بر اساس شکل و قیافه که داره اهل افغانستان. سوال میکنم خودم با دهن بسته به جای حرفشون حرف میزنم. ادای قورباغه رو در بیار. این قورباغه‌ها چجوری راه میرن؟ قورباغه‌ها اینجوری راه میرن. حالا میگن تو قهرمانی ورزشکاری، اگه راست میگن روی دو دستات را برو. ایستید بشینید، میگم بشینید بایستیم، برعکس انجام بدید. آماده؟ بشین. آبجی اشتباه کردی. روی ماه و رو ستاره، روی دریا، واسه امروز و دوباره واسه فردا، رو حریر آسمون تا خود خورشید، اسم ایران شده موندگار و جاوید. نام ایران مثل خون توی رگامه، هر جا میرم اسم ایرانی باهامه، پرم از واژه گفتن واسه ایران. سرزمین خوب من، مرز دلیران، سرزمین خوب من، مرز دلیران. می نویسم از جنوب و از شماله، از همون دریای آبی و گلوله، میگم از قله البرز و دماوند، از همون دیو سپید پای در بند، تو همون کوه بلند و استواری، هنوزم محکم و سخت و برقراری، تا نفس تو سینمه برات میخونم. ای وطن بمون که تا منم بمونم، ای وطن بمون که تا